درود به دوستان گرامی، اومدید روی گوشی بهتون آموزششو بدم. خب دوستان میبینید ما به جیمیل نیازمندیم. اگه میبینید من گوگل رو آوردم برای اینکه تست کنم اینم اکانتم میاره یا نه. روی جیمیل میزنیم. شما یه گوشی گرفته باشین جیمیل نداشته باشین اینجا یه آدمک میبینید. روی آدمک میزنید علامه جیمیل رو روی اد اکانت اشتباه شد. روی اد اکانت میزنیم. دوستان اینجا شبکه هایی که میخواین توش اکانت بسازین رو میگه. این برای گوگل، اینا دیگه من سرچ نکردم نمیدونم. برای گوگل ما میزنیم، رمزمون رو میخواد، رمز بهش میدیم و وای میستیم تا بیاره. خب دوستان اینجا این گزینه‌ای که نوشته اینجا ما میتونیم جیمیل قبلی که داشتیم با پسوردش رو وارد کنیم و روی نکست بزنیم و پسورد رو واکنیم وارد جیمیل میشیم. ولی بعضی وقتا اون اسم اکانت رو داریم اما پسوردش نداریم. روی این گزینه میزنیم، بذارید روی این گزینه علامت سوال میزنیم، بعد برامون شماره‌مون رو میگیره تست کنیم ببینیم پسوردمون ببینیم اکانت برای ما هستش یا نه. اما ما با این کار داریم، یعنی اکانت میخوایم برای خودمون بسازیم. دوستان گزینه اولی اکانت شخصیه، گزینه دومی اکانت برای شرکت کار عمومیه. من شخصی میخوام، بستگی به خودتون داره، شخصی میخواین عمومی میخواین. خب دوستان اینجا میگه اسمتون رو وارد کنید. من یه اسم همینجوری اسمم میزنم وارد میشه. دوستان اینجا که میبینین میگه که ماهتون رو بگید، روزتون رو بگین و چه سالی بودین. بعد این گزینه میگه که چه جنسیتتون چیه. من میزنم ترجیح نمیدم. دوستان حالا از این صفحه اسکرین شات نگرفتین چون اصلا با مهم نیستش. همینجوری من اینو زدم، مهم نیستش. مهم فقط اینه که از ایمیلتون چیه داشته باشین. خب دوستان الان میبینین که گوشی من اینو آورده میزنه. برای بعضیاتون که ایمیل داشته باشین میزنه که چه چیزی هستین، ولی برای بعضیا مثل من که ایمیل زیاد دارم برای کارا اینجوری میاره. خب من یه همچین ایمیلی میزنم. بعد دوستان من باید تو ایمیلتون عددم باشه. اینو میزنم میره برای من که میره بگه که الان میخوایم پسورد بذارین یا نذارین. من یه دقیقه صفحه رو تار کنم پسوردم بذارم. خب بعدش باید حتما ازش اسکرین شات بگیرین که داشته باشین. رمز جیمیلش رو باید داشته باشین که هر موقع گوشتون رو خواستین عوض کنین وارد اکانتتون. و بله دوستان اینجا اکانت ما ساخته شده. روی نکست میزنیم، میایم پایین، روی گزینه آبی میزنیم، چند لحظه صبر میکنیم که اکانت ما ساخته بشه. دوستان اینجا میبینید عکس گوگل میاد، یعنی اینکه اکانت ما داره ساخته میشه. و بله دوستان تبریک، اکانت شما ساخته شد. میزنیم میایم پایین و میبینیم که بله اکانت ما ساخته شده. تا آموزش دیگه بدرود.